لسه حضرتو زور دادگاه حضرت راه کنه بچه‌ها راه کنه سلام علیکم وجود خیلی بشم راه کنه زورات کنه ایتا میانو ایتا انت بیای حضرت بیای جانم میبخشید لوخ پرسیدگان هدیه شما برادرای عزیز قبول درگاهش گردانده باشید. آدم پروردگار در ملک سرزمینتون فیض و برکات و خیراتی که شما پیوسته باشید. انشاءالله همین محبتی که به همدیگر داریم همدیگر همچون مسلمان احترام میکنیم با همدیگر همچون یک مسلمان رفتار و کردار میکنیم. این دیاری که اینقدر مسلمانای تاجیکستانی ما را در آغوش گرفته است تربیت میکند همیشه عاجزانه دعا میکنیم که پروردگار مردمش از سربلند نگه داره. خاصتا اماماش که خدا شاهد است اینا خدمت ارزنده ای را در اینجا انجام میدن. زمانایی بود که همینجا برادرمان دولت محمد شرکت دارد خود شاهد حال است در مسجد می اومدیم بچه همین عموما همین شخصایی که 30 سالشون کلان هستند انجام شمار بودن 3 یا 4 نفر آیا میدیدی یا نمیدیدی. الحمدلله چند نمازی که در مسجد خوندیم نمازگزارای این مسجد دیدیم من همین خدا را شکر کردم که خداوند بزرگ این همیشه دولای محترم سر پا خیزانده است و غیرتشان داده است و علم قیمتشان داده است که با سعی تلاش خویش مردم دعوت کرده و در صف نماز درست کردیم. خداوند فردا روز قیامت همراه داعیای بزرگ ما همراه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اصحاب گرامیش محشورشان بگرداند. خداوند علمشون بازم زیادتر گرداند فرزنداشون هم مثل خودشان حتی از خودشان زیادتر محب اسلام و خادم اسلام به کمال برساند و خداوند برادرانی که در این محفل خیر شرکت دارند از جمیع بلا و آفات حفظ کند جمیع مراد مقصوداشون حاصل بگرداند. خداوند با دعواهای بندگیت با دعواهای امتی حبیب محمد صلی الله علیه و سلم با دعواهای پیروی مذهب مهذب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مستقیم بدن برای نصیب و روزی گردان. آمین. هر کسی که شب جمعه یا سحر جمعه اگر زیارت قبر پدر مادر بره ثواب حج عمره در می‌آورد. این یک حدیث ضعیف است. این جوان هم هر روز جمعه بعد از نماز بامداد میرفت عادت داشت. یک چی واقعه شد که میگه 1-2 ماه نرفت. بعدا مادرش در خوابش در اومد گفت ای فرزند عزیز گفت تو برای چی به زیارت ما می اومدی به قبرستان اومدن بس کرده دیگر نمیایی. هر وقت که تو می اومدی با اومدن تو من خشنود میشم در بین علم ارواح سرم بلند میشید و
اهل قبرستان همه خرسند خشنود میشنن با آمدن تو. این جوان که از این چیزا که خبردار نبود، بعد میگه مادرش پرسید که مادر گویا از همه رفتن و دعا کردن های من در قبرستان تو آگاه میشه، خبردار میشه، میفهمی که من همون جا آمدم و دعا کردم. بعد میگه مادر گفت گفت فرزند عزیز، گفت همون کپرکی که با بالاش همون پولی که گذشته میوی به قبرستان 1000 نفر رفته او میکنن هر روزه. 1000 نفر. وقتی که تو به طرف قبرستان به زیارت قبر میوی، از بین 1000 نفر شلفه آواز پوی تره من حس میکنم با پیشوزت میدونم. شلفه آواز پوتا میفهمم پیشوز میدونم، ولی خبردار شدن گپو طرف بیستم. برای همین است که پیامبر صلی الله علیه و سلم هر بار که قبرستان میرفت سلام میداد، السلام علیکم یا اهل القبور. با چند طریق حدیث ها وارد شدگی هستند. السلام علیکم دار قوم مؤمنین، به این طریق هم آمدگی است، دعاهای زیاد کردگی است. حضرت ابن خیم جوزی در آن کتاب روح میگن اگر به شرطی که این مرده ها همین خاک مثلا استخوان بیجون مثلا که یک فردویت بیجون کی باشه، پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همین سنگ کلوخ سلام میدهد. یعنی سلام دادن رسول الله صلی الله علیه وسلم به قبرستان که السلام علیکم یا اهل القبور گفتن، حکمتی دارد که او همه چیز بخبر میشود و هر نفری که به زیارت میرود اهل قبرستان از او بخبر میشن که کی اومده کی رفت. بعدا میگن این بچه با پرسید مادرش که مادر گفت خیر من شکل خود آگاه میشیده، خرسند میشیده در بین علم ارواح، اما اهل قبرستان گفتی خرسند میشن، این بیو برای چی خشنود میشن؟ گفت فرزندم گفت به خاطر که تو 2 بار دعا میکنی، یک بار دعا در حق من میکنی، یک بار دعا در حق اهل قبرستان، دعای رحمت و مغفرت. ولی همه بوده در همه مردم ما شما هست و هر کسی که یک کسی میبریم گور میکنیم یا دعا میخونن تبارک در حق او دعا میکنن، با 2 بار با میخونن در حق اهل هم قبرستان که همو امید دارن، همه تا گردنشون چی از کج امید دارن که در حق یک کس دعا کنن دعای بر رحمت و مغفرت. یعنی از این معلوم میشود که چی است که در عالم برزخ بدگی ها از حال ما شما فقط خبر هستند. و البته که در حق او دعا کردن، در حق او خیرات و صدقات کردن، که البته که حضرت صوفی علیه رو میگفت که خدا از مانعان خیر بیزار کند او مانعان خیر در نار. کسی که خیر منع میکنه خدا از او بیزار است و او را چکار میکنه جوش دوزخ. یعنی هر عملی که ثواب است، هر عملی که خیر است او چی است؟ خدا از او خشنود میشه. و ثوابی در حق میید البته که مردم میخوان عادت به آب و نان دارن، وگرنه راه های خیر صدقات هزار نمود است. میشه که چند تا قرآن بخوره در طالب علم برای تقسیم، میشه که 5-10 تا طالب علم یک سر لباس بخره، میشه که در یک مسجد مثلا یک جوش در تریزه شه و یک جای نماز شه در همونجا صرف کنن، اینو با صدقه جاریه با ثوابشون بازی زیاده تر هستن. هر طریقی که باشد انشاءالله که ثوابی میرسه. و البته که ما و شما هم باید که آگاه باشیم که البته هر جا که نشسته باشد ذکر خدا و البته که یاد الله رو از حدیثای رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان داشته باشیم که همه ما و شما البته که چی غنیمت هستیم. حضرت مولا میگفت که زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده. هر کجا که اگر سخنی خدا نباشد، گپی بیهوده باشد، میگن در اوجا کر بدن بهتر است. زی غیر ذکر ایزی گوشی کرده. زی گوشی هرزگویان گوشی خربه. از آدم هرزگو پلفته و بیهوده بوده میگه آواز خر بشنوی بهتر است. حالا که از همه منفورترین آواز خر است. خداوند در سوره لقمان بیان میکنه این انکر الاصوات لصوت الحمیر. هر آینه منفورترین آواز خر است. از همون گپی بیهوده ده میگه صدای او را بشنوی بهتر است. زیگوشی هرزگویان گوشی خربه. دلی به عشق او بادا کفیده. دلی که عشق پروردگار نداشته باشد مردنش بهتر.
زبان به ذکر او بادا بریده. زبانی که حمد ذکر سپاس و ستایش پروردگار نداشته باشد گم بودن بهتر میگم. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا بریده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. وقتی که در همین دنیا البته که وقتی که انسان خالق خودش نشناسه، مالک خودش نشناسه، رازق خودش نشناسه، ندانه که این زمین و آسمان و ماه و کهکشان صاحب یا کی است، این گرداننده شب و روز این قدر مثال سیاره و ستاره های هست، وقتی که نشناسه و ندانه میگه به همین غفلت از دنیا برای میگه کفن برای او حیفه. بزرگان میگفتن ساعت بر خود نظر کن کیستی، از کجایی از چی جایی چیستی، در جهان بحری چه عمر زیستی، جمع هستی رو بزن بر نیستی. یعنی انسان یک لحظه اندیشه کنه که کی است. قبل از اوی که عبادت خدا ندارد، نماز ندارد، مسجد ندارد، قرآن و تلاوت ندارد، یک ذره بر خودش نظر کنه که کی است. حضرت مولوی جنون میگفت که اصلت از قطره منی ای آدمی زاد، اصلت از یک قطره های حرام گوینو کرد. اصلت از قطره منی لایقی تو نیست منی، از رهی باول شدی کبر منی ها چی کنی؟ ای آدمی زاد یک لحظه اندیشه کن از همین دهن نازنین پاک حلال تولد نشده، از چشم پاک حلال تازه تولد نشده، از گوش بنی نازنین تولد نشده، از در راه آدمیزاد برآمده که زندگیات برادران عزیز و گرامی، اما انواعی که برآمده بشاره را در این محفل دریافت کرده است. صحبت میکنه یک کسایی در تلفن بودی برای اینکه واسه نمیگیم. یک کس بشاره میسود از فیلم همین سرک کار میکنه و یک کس روان دیگر هر کی هر چی اهمیت نداره. این دوست خدا میگه که شما شد همین خندیدی که در پیش شما شده در همون محفل آمده است. بعد طرف یک خندیدی نگاه کرد، طرف یک خود نگاه کرد. بعد همون مراجعه کرد. او مقصد چگونه که تو میسوزی ولی اگر الله شما را بخوابید از مشکل خنده شروع میشه. لیکن ما در روشن می‌بینیم میسوزه در روشن می‌بینیم چگونه که تو میسوزی من میسوزم، چگونه تو میخواهی که برای مردم روشنی ببینی من مقصد همین است که این مردم چگونه پیامبر می‌بازند حدیث بود که از راههای مرد کردن در راههای درست که ما قدم زنند من حدیث بودی همین مردم قال الله و قال رسول الله را گوش کنند. لیکن چی بینه؟ چی بینه که مردم نه به زحمت تو میرسند نه به زحمت من. میگه وقتی همین سخن ابوبکر و رفیق و همون خنده گفت میگه همین خنده دیگر همین لیوس میگه عفو نگاه داریم مثل که تعبی مولوی جنون همین که سشده معدن نماز شده مولوی چی میگه؟ میگه به خلاقی موندی سلطان اهل خود شریعت وقتی سلطان اهل خود شریعت سخن در اهل سخن حسید یکی وقتی که نفرهای اهل سخن نیستند عزیزان خدا باید بسیار اشتراک کردند. از آن جمله کمال خودجنبی از خود ما برادران اشاره می‌کرد پیشینا اهل چه حاصل ذکر تو داری کمال دانه کمال چی به زیبایی از خدا از خدا
چین‌ها نمی‌پذیریم. اینها مردم‌های هستند که ارزان می‌خوان. نخوان از اینها تو مثلا زاد کنند. نخوان از اینها تو اینا کنند. اینها همون ارزان دارند. یا می‌تونن ارزان شناختند. خدا رحمت کنه شاید میگوید هیچ سیطر نکنه نماند که آهن راکی بر گوهر کشد چون بر اصل جوهر قابل تربیت رو در اون اثر باشد سر در روی حرفانه شد چون که شد علمیت باشد خیلی صاف برش کن گشت باید هنوز باشد آخرانی سخن نکو و منزاده فرد میشد برادران اخلاقیان اشاره من بر این است که خانه نصیحت قرآن فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العظيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله الله يغفر لك كثيرا از نام من شما دعوا دارم از او بهتر سخن بندگان دیگر نیست یا نیست بهترین سخن الله میگوید همون سخن است که وقتی از نام من شما را به بندگی دعوت میکنم این بهترین سخن است از این لحاظ خداوند عزیز بسیار دانشمندان شما می‌بینند همچنان شدن واسطه و صحابه اصلا سلامه و یادم دادن از دو چیز مورد است یک نفس یک آب به آب و به نفس ما برادر عزیز و حیات وجود ندارد نمی‌دونیم تمام عزیز خدا به این چیز مثال همچنان شدن ما زیده و صحابه خوب دل مردم را همه آب هست انا میشه در اینها برادر عزیز رندیس آب و رندیس هوا برای ما مهم است خدا برکت را برادر می‌دهد در این منم محفل پرستواری می‌کنم تشکیل می‌کنم که نفر کنم مردم هم نصیحت ما برادر